إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. آیه 54 سوره فرقان. در آیات قبلی الله متعال بیان حکمت مطلق آب کرده بود که الله زندگان از آب پیدا کرده بود. دیام یکی از جمله نشانه های عظمت و قدرت بزرگ الله متعال که دال بر توحید و یکتاپرستی الله است و ایره بر ما درس میده که عبادت خاص برای الله است، به کسی دیگری نمیشه. چرا؟ امی قسم عمل و کار غیر از الله متعال دیگه کس نمیتونه که آب ساده یک رنگه، اما نباتات متنوع، حیوانات متنوع و پرنده های متنوع، انسان های متنوع، جنیات متنوع را الله متعال ازی پیدا کرده. یک آب است، یک قسم طبیعت داره، اما الله متعال از اون مخلوق گوناگونی را پیدا کرده. آیا غیر از الله متعال احد دیگری هست که از همچو آب مطلق امی قسم مخلوق متنوع و مخلوق گوناگون پیدا کنه؟ هیچ نیسته. پس این دلیل بالای عظمت و قدرت الله متعال و دیگر طرف دلیل بالای یکتاپرستی الله متعال است که حق عبادت غیر از الله متعال کسی دیگری نداره. اینجا الله فایده آب خاص ذکر میکنه. اوجا آب عام و مطلق بود، در اینجا آب خاص است. مفسرین در این مورد دو نظر داره. بعضی میگه که مراد از این مطلق آب است، چون که منی انسان هم از امی آب ساخته شده، به وجود آمده، از او خاطر مراد از آب مطلق آب است. اما راجحتر این معلوم میشه که ما بعد آیت قرآن کریم دلیل بالای از او میشه، مناسبت و مطابقتش خیلی زیاد میشه که مراد از قطره منی است. در اینجا الله متعال اشاره میکنه به انسان که انسان عظمت و قدرت الله را تو در خود مشاهده بکن که یک قطره منی آب انسان زیبایی را، قامت بلنده، با این وجودی که اعضای پرپیچ و ناشناخته داره، تا عالی را دکترها تحقیق میکنه اما کل اعضای انسان را نمیتونه بررسی کنه و معلومات حاصل بکنه که عضو چی وظایف انجام میده. یک قطره آب ببینه، اما این انسان سمیع و بصیر ببینه، انسانی که امروز سری کائنات حکمت میکنه، الله چی استعداد عظیم برش داده. امروز که تو خدا میگی مستم، الله متعال تو را ساخته از یک قطره آب که او را به نام منی یاد میکنیم که وقتی یک جا شدن زن و شوهر، الله متعال او را در رحم مادر شکل جنین داده و مراحل در اونجا طی میکنه. از او خاطر از یک طرف قدرت، نشانه قدرت الله متعال، از طرف دیگه باید عبادت هم خاص برای الله باشه، چرا که این صفتای کمال با هیچ کسی دیگر ثابت نیست بجز از الله متعال. هو الذی، الله ذات از خلق من الماء که پیدا کرده از آب، یعنی نطفه، بشرا انسانیت، کل انسانا را از نطفه پیدا کرده، فجعله گردانیده. امی آب ذریعه چی شده؟ ذریعه نسب شده، یعنی دارای قرابت نسب شده، و صهرا، و دارای قرابت و چی؟ نزدیکی خویشاوندی شده، یعنی داماد و خسوری که برش میگیم. الله متعال دو نوع رابطه را توسط یک قطره آب چی کرد؟ پیدا به وجود آورد. یک نوع قرابت نسبی است. قرابت نسبی که اینمی اولادی که از تو پیدا میشه و تو از کسی پیدا شدی. سه قسم نسب است. یکی اعلاست که پدر و نیاکان و جد و اجدادت است. یکی اسفل است که پایین از توست که اولادایت است، نواسا و کواسا هر قدر که میره. و یکی در حواشی است که برادرها و خواهرها و ای گپایت است. کل ازی سبب و ذریعش اینمی یک قطره آب منی است که الله متعال از این نسل انسانی را بقا داده توسط این نسب. و صهرا، امی قطره آب سبب نزدیک شدن خاندانهای بیگانه دیگه هم است که ما و شما او را قرابت خویشاوندی میگیم. وقتی که ازدواج صورت میگیره، یک دختر به همراه بچه، تمام اقارب زن برای داماد چی میشه؟ قرابتش پیدا میشه و همچنان تمام اقارب شوهر برای امی زن قریب جور میشه. ببینی که الله متعال چطور رابطه محکمه توسط یک قطره آب، یعنی که الله متعال پیدا کرده، این را سبب نزدیکی طایفه های گوناگون یا مردم خیلی زیاد ساخته.
و کان ربک قدیرا، هست پروردگار قدرتمند که میتونه از یک قطره آب انسانی سمیع و بصیر پیدا بکنه. او انسانی که استعداد عالی را الله برش داده که سر کل کائنات حکومت بکنه، قوی تسخیر الله به انسان داده. و یعبدون من دون الله، با وصف نمی قدر دلایل توحید الله، عظمت و قدرت الله متعال که تقاضا میکرد که کل مردم عبادتهای خود خالص برای الله بسازه، لیکن باز همینطور مردم پیدا میشه و یعبدون من دون الله، عبادت میکنه بغیر از الله متعال، بغیر از الله متعال عبادت میکنه. کدام کاش که دلیل خمی داشتن، ما لا ینفعهم ولا یضرهم، آن چیزی که برشان نفع نمیرسانه، تمام عمر عبادتش بکنه نفع نمیرسانه، ولا یضرهم ضررم رسانده نمیتونه اگر ترک عبادتش بکنه. مشرکی نبیبینه در بوتی بامیان ناجیزی میکنه، سجده میکنه، در لر نقش کشیده به عاجزی کردن، سنگ یا همچنان از چوب و از هر چیزی که ساخته برای از ها عبادت میکنه. این انسانا را ببین چقدر حماقت است. امروز مردم کفار میگه خیلی هوشیار است، احمقترین طایفه کفار است که وا از حیوانات کردم احمق است، چرا که خود نمیفهمه که ما کیستم و کی مرا ساخته به وجود آورده و چه قسم عجایبات الله در وجود ما الله گذاشته. تو که الله را نشناسی، خود نشناسی، از این که بی عقل دیگه نیسته. اما اینجا با وصفی که الله مشرکین بدیش بیان میکنه، اما مسلمان ها وقتی که در قبرای کسی که رفته گوشتا و استخوانایش مکمل خاکستر گشته، لیکن باز هم یا صدا داره 1400 سال تیر شده، خو مردم میگه یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا سخی صاحب یا فاطمه زهرا یا ابوالعباس گفته صدا میکنه. فرق در بین امو کافری که یک بت پرستش میکنه نعوذ بالله و فرق در بین این مسلمان در چی چیز است؟ او فقط چیزی که هیچ هوش و گوش نداره، اما یهم کسی را آلی عبادت میکنه که حتی استخوانشان باقی نیسته. خیر چی فرق است؟ آیا نفع میرسانه کدام قبر؟ آیا ضرر برش میرسانه اگر ترک عبادتش بکنه؟ الله متعال حماقت مشرکین بیان میکنه با وصفی که دلایل مقنع وجود داره، لیکن بازم یا عبادت به الله خاص نمیکنه، به غیر الله میکنه، نظر به نمایش میکنه، دعای خود از او طلب میکنه، حاجت روا مشکل کشا او را میدانه، بلکه اولاد دهنده و شفا دهنده او را میدانه. امروز به سر چشم میبینه که مردم در زیارت ها سرگردان چیسته روان است که کدام چیزم جور شود. قرآن این بدی مشرکین بیان میکنه، اما ما تو خود در خود متوجه نمیشیم که آیا راستی نفع ضرر داره یا نه. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، هست کافر در مقابل پروردگار خود ظهیرا، پشتیوانی شیطان. او فقط پشتیوانی شیطان میکنه، راه شیطان تقویت میده. پس این مردمایی که در زیارت ها میگرده یا پشتیوان شیطان است. کسایی که زیارت ها را گلبت ها را قوی میکنه مجاور میشینه یا پشتیوانای شیطان است. چرا؟ راه گمراهی را برای مردم باز میکنه و مردم فریب میده، تبلیغات غلط میکنه. روزی نوروز است خدا جان جنده بالا میشه، از کرامتی سخی جان کور بینا میشه، کلش واهیات و غلط و نادرست. مردم فقط بجای از اینکه متوجه الله شوه، از الله سوال کنه، از الله بخواه، به الله اتکا کنه، مردم یک دم به زیارت ها و به قبرها رجوع کرده. ببینی این کدام دعوت است، این کدام گپ است؟ الله کافر میگه در مقابل الله به امرای شیطان پشتیوان است. یک ترجمه. دوم ترجمه و کان الکافر علی ربی، است کافر در مقابل پروردگار خود ظهیرا، پشت گرداننده، بجای از اینکه رجوع به سوی الله بکنه، الله را بشناسه، الله را اعلام میکنه میره طرف دیگه، نعوذ بالله. دو ترجمه. سوم و کان کافر، هست کافر علی ربه ظهیرا، بالای پروردگار ظهیرا، خیلی ذلیل و سبک، قدر و ارزش و قیمت در پیش الله متعال نداره، قطعا نداره. معنیش است که الله از پیش روی میگردانه، هیچ اهتمام برش نمیکنه. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، پیغمبر علیه السلام اقتراحات و پیشنهاداتی مردم ها خیلی زیاد بوده. پیغمبر خیلی حرص داشت که بعضی پیشنهادات که یا میکنه پوره شوه. الله متعال به پیغمبر تسلی میده، پیغمبر وظیفه تویی نیسته که به مردم بر کس معجزه پیش کده رایستی، قطع مردم یکا قدم بزنی، معجزه را برش نشان بدی، تو کار دعوت است دیگه، بگذار برما. دلایل چی شده؟ ارائه شده. بعد از این
هیچ عذر یا بهانه برای ازیا باقی نمانده که یا اقتراحات جدید یا پیشنهادات جدید میکنه. و ما ارسلناک روان نکردیم تو را پیغمبر علیه السلام الا مبشرا مگر خوشخبری دهنده مجده دهنده به کسانی که دعوت و نظام الله را میپذیره و نذیرا کمال شفقت بیم دهنده کسانی که رای مخالفت را پیش گرفته. تو فقط اینی وظیفه و مسئولیت است، دیگه این نیست که حتما به هر کس معجزه ارائه کرده برو دعوت بده. قل بگوی پیامبر علیه السلام ما اسألکم علیه من اجر، مردم چرا مخالفت تو را کرده است از پیشون چیزی پیسه طلب داری؟ اجرت میخوای؟ بگو ما اسألکم، ما سوال درخواست نمی کنم از شما علیه در مقابل تبلیغ و دعوت خود من اجر معاوضه مالی یا جاه و جلال، هیچ چیز از شما طلب نمی کنم. الا من شاء یتخذ، مگر او کسی که بخواه یتخذ که بگیره الی ربی بسوی پروردگار خود سبیلا راهی رسیدنه که به الله وصل میشه. منظوری ما از این دعوت است که کسی رای حق پیدا بکنه، دیگه هیچ چیز طلب ندارم، هیچ چیز، نه از اون مال متاعی چیزا را طلب داریم، نه کدام قماندانی و ملکی را طلب داریم که سر از خود ملکی بکنیم، نه، فقط هر کس رای حقیقت پیدا بکنه طرف دین الله بره. این اگر شما معاوضه میگه اینی قدر اراده دارم راستی از کار دعوت خود، لیکن خود معاوضه مالی نیست، این معاوضه است که ما آرزو و اراده ماست. قرآن کریم دو نکته مهم بیان میکنه. دعوتگر هیچ وقت مد نظرش معلومات های دنیا نباشه، یادتان باشه هر عمل که شروع میکنه از ابتدا باید شما در قصه معلومات ها نباشه که هست یا نیست، در کار دین قدم بگذاره. الله متعال مال اینطور ذلیل کنه، اینطور خوار کنه که در پیشت خودش بدوه، تو بدوی از پیشش از پشتت بدوه. الله متعال همی قسم میکنه، لیکن هیچگاه طمع نداشته باشه. یکی از رازهای کامیابی دعوتگر این است که به کسی طمع نکنه. دوم نکته چی است؟ بسیار حریص برای راهیابی مردم باشه. پیغمبر میگه من دیگه هیچ چیز طلب ندارم بجز از اینکه کسی راه دعوت در پیش بگیره و او راه حقیقت آشنا شوه. اینمی آرزوی ماست. اگر این شما معاوضه مالی میگه ما امروز الحمدلله از کسی مطالبه چی را نکردیم، فقط دلسوزی ما بایسته که حقیقت دین مردم آشنا شوه، عقیده توحید الله را بشناسن که مبادا اگر گناهگارم باشه لا اقل در آخر عمر خو در طرف جنت بروه، همیشه در جهنم باقی نمانه که توسط شرکش کل اعمال نیک و محنت و زحمتش برباد شوه و هیچ چیز را نبره. اما این مردم بجای از اینکه پیغمبر علیه السلام پشتی سر بیاباز فلعلک باخع نفسک در سوره شعراء، پیغمبر علیه السلام قریب که نفس خود هلاک کنه. چرا او از چقدر خیرخواهی و دلسوزی کار بگرفت، لیکن مردم مخالفت میکرد. بسیار زور میده آدمه که تو در صدد خیرخواهیش هستی، شب و روز غم ازیره میخوری که تو باش امی مومن رای توحید پیدا بکنه، اما او سری تو تهمت چیره یهودیت و نصرانیت و وهابیت میلگانه. بسیار برای آدم زور میده. این بسیار سخت است که تو اما مردم میگه من مردش گریان میکنم، میگه که دانید کج است. اونو حالت است. الله رحم بکنه. و توکل علی الحی الذی، الله متعالی تسلی میده پیغمبر علیه السلام این مردم رای مخالفت را پیش گرفته. هر قدر دلایل ارائه میکنی، هر قدر معجزه را بیاری، چون که از روی عناد و ضد مخالفت تو را پیش گرفته یا قطعا قبول نداره، لیکن فکرت باشه از مخالفت کفار هیچ خوف و خطر نداشته باشی بالکل. چرا؟ اعتماد بکو علی الحی الذی، بالای ذاتی که او ذاتی که لا یموت و هیچ نمیموره، یعنی او ذاتی که همیشه پاینده و دائم است، از همه حالاتی تو خبر داره. پس حیات دو قسم است، یکی حیاتی که فانی میشه. حیات ما حیاتی است که دنبالش مرگ موجود است. حیات الله دنبالش مرگ موجود نیست. حیات ما ذاتی نیست، مجازی است، الله داده، عطایی است. حیات الله ذاتی است، او قطعا از بین نمیره. در اینجا اشاره به است که اکثر مردم اتکا به اسباب میکنه، وسایل میکنه، لشکری زیاد، اسلحه زیاد، بعد از میگه که من کامیاب میشم. الله متعال پیغمبری خدا میگه فقط اعتماد سری الله متعال بکو، او در ذاتی که حی است. توکل میگه تدابیری که در دسترس داری، امکاناتی که در دسترس داری او را استفاده کو، لیکن اسباب مؤثر ندانی.
بعد از اتکا بالای تنها الله بکو. اسباب مؤثر نیست، تاثیر در اسباب الله متعال انداخته، این کسی خود اسباب مؤثر نیست. و سبح بحمده، آلی تو پاکی الله را بیان کو به امرای صفت کمال الله متعال که سکون و آرامش برات حاصل شود. انسان که هر قدر رنج میبینه رجوع به سوی کی چی بکنه؟ عبادت الله. توسط عبادت الله تسلی به انسان حاصل میشه. قرآن تلاوت میکنی سخت رنج غمگین میباشی، تو را رنج داده باشه کسی، لیکن زمانی که تلاوت قرآن شروع کنی خود به خود امور رنجا چی میشه؟ زائل میشه. و کفا به بذنوب عباده خبیرا، کافی الله متعال با گناهان بندگان خود خبیر آگاه. پس هر کس مطابق گناهش عذاب میده. اینطور نیست که کسی از الله متعال خلاص شوه. چی میکنه؟ آیا دعوت تخریب میکنه، رخنه میکنه یا پشتیبانی میکنه؟ کلش به الله معلوم است. اینطور نیست که مردما به انتقام باقی بمانه. الذي خلق السماوات والارض، الله متعال علی کمال قدرت خود در جهان هستی بیان میکنه. و ذاتی که به او ذات تکیه کو. کدام ذات؟ خلق السماوات والارض، که پیدا کرد آسمان ها و زمین، و ما بینهما، آن چیزی که در بین آسمان و زمین است، فی ستة ایام، در 6 روز. اما روزایی که در پیش الله متعال مقدارش معلوم است و محدود است، ما علم نداریم. از همون خاطر مفسرین کسی میگه مراد از 6 روز او روزای است که مثل روزای آخرت واره که یک روزش برابر 1000 سال است یکی. بعضی میگه به مقدار امی روزای سال. در او وقت روزا نبوده، خب لیکن وقت اینقدر وقت بوده که به اندازه روزا باشه. لیکن نه، بهتر طریقه اینجا سپردن به چیز؟ علم الله، که 6 روز چقدر مقدار، چقدر مدت بوده. ثم استوى على العرش، بعد از او قرار گرفت الله متعال بالای عرش. استوا سر عرش صفت الله متعال است. این ثابت است برای الله متعال بدون از اینکه ما کیفیتش بیان کنیم. تکیف نمی کنیم، تعطیل هم نمی کنیم، میرا معطل نمی سازیم که استقرار بالای عرش برای الله ثابت نکنیم. ای هم نمیتونیم. تشبیه نمیدیم که امرای کدام انسان تشبیه بدیم. تمثیل هم نمی کنیم که مثالش بیان کنیم، مثال هم بیان نمی کنیم. تاویل هم نمی کنیم که اینجا استوا را به معنای استیلا بگیریم که سلطه الله ثابت شد بالای عرش. این معنا از خلاف معنای سلف است. بارها که ما میگیم که عقیده سلف است، تفسیر سلف است. هر کسی که در آیات‌ها تاویل میکنه او معوله است. معوله خلاف عقیده اهل سنت والجماعت است. از او خاطر آلی پیروان مذاهب اکثرش معوله است. در این آیات‌ها تاویل میکنه، تفسیرایش صحیح کنه. معارف القرآن تفسیر کابلی کلش در او تاویل کرده و این خلاف تفسیر سلف صالحین است. سلف در این طور موارد گاهی هم تاویل ماویل نکرده، حتی صحابه سوال نکرده. از همون خاطر که پیش امام مالک رحمه الله کسی آمد که از این سوال میکرد، امام مالک صاحب گفت که سوال از بدعت است. چرا بدعت برش گفت؟ متقدمین یکیش سوال نکرده، تو آمده سوال بکنی. گفت بکشی مبتدی از پیش من. و فقط در قرآن همی صفت برای الله ثابت شد. همون رقم که لایق شان الله است. ما در این چیزی گفته نمیتونیم. در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه در اینجا امیر دشمنای دین نعوذ بالله چی میکنه؟ تهمت میکنه. میگه شیخ الاسلام رحمه الله در مسجد دمشق در سر منبر گفت که الله در سر تخت نشسته پای خدا شور میده. این گپ غلط است. ابن بطوطه یک کسی است که زیاد جغرافیا را نوشته کرده، سفرها کرده، اموی تهمت نوشته کرده در کتابای خود. بعد از عام مردم ایرا گرفته. آلی گپ ابن بطوطه را مردم دلیل میگیره، اما کتابای شخصی شیخ الاسلام که بیان عقیده را کرده او را مردم نمیخوانه. چقدر جای جفا و ظلم است که سخن کسی را در مورد کسی میپذیری کر او اونجا کتاب خودش که خود به قلم نوشته کرده عقیدهش از او را نمیپذیری، در حالی که در شان مسلمان انسان گمان نیک داره. بس خصوصا اینطور شخصیت های بزرگ که یقینا راه و منهج سلف زنده کرد و مردم ترسیم کرد. کاری را که شیخ الاسلام کرده الله بر قبرش منور بکنه، الله برش عزت در مو آخرت نصیب بکنه. دیگه یقینا کرده، لیکن این مردم ها اینطور کارا را میکنه. خود معول است، تاویل میکنه در اینطور آیاتا. در اینجا دو قسم جس استوا بالای عرش برای الله متعال ثابت است. یکی صفت ذاتی الله متعال، یکی صفت فعلی الله. الله قبلا هم چی بود؟ سر عرش بود، لیکن این صفت ذاتی الله بود، یعنی که عرش نبود الله موجود بود. لیکن بعد از او که سر عرش تقرر گرفته، پس از اینکه عرش پیدا کرده، این صفت فعلی الله متعال است. صفت فعلی را میگه
که مثلا یک کسی را امروز میمیرانه، سابقی را نمیرانده بود، امروز میمیرانه شد، اینی را صفت فعلی میگه. الله سر عرش، منظور اینجا است که الله کل کائنات در زیر اختیارش است، همه چیز از اراده قدرت الله بیرون نیست. الرحمن، او پروردگاری که دارای رحمت عظیم که شفقت خیلی عام است، کل مردم کل کائنات فرا گرفته. موجودیت کائنات از آثار رحمت کیست؟ الله متعال است. ما را کی تقاضا کرده بود که پیدا شویم؟ الله از رحمت خود ما را به وجود آورده. فاسأل به خبیرا، دو معنا را میکنیم. فاسأل سوال بکو، به فاسأله سوال کو در مورد امی الله متعال امی رحمان، به به معنای عنه است. فاسأل عنه سوال بکو در مورد امی رحمان، خبیرا از شخصی که خبردار باشه، معلومات در مورد صفات الله متعال داشته باشه، از او سوال بکو.